حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بار آخر در عهد ریاست جمهوریش از نزد گارد فخری گذشت و در مراسم ادای سوگند اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری نوی کشور شرکت کرد. احمدزی را هفته گذشته غالب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند. اشرف غنی احمدزی همچنین همراه با عبدالله رقیب اصلیش در انتخابات و حالا رئیس اجرایی حکومت افغانستان قسم یاد کرد. مقامات افغانستان یک خبرنگار پاکستانی را که به جاسوسی متهم کردند در منطقه تورخم به پاکستان برگرداندند. فیض الله خان خبرنگار یک تلویزیون اردو زبان را همکارانش در گذرگاه مرزی تورخم پیشواز گرفتند. او را بعد عبور غیر قانونی مرزی افغانستان در ماه اپریل به جاسوسی متهم کردند. ادیبان از سراسر جهان در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان جمع آمدند و در نشست سالانه انجمن بین المللی ادیبان موسوم به قلم شرکت کردند. اعضای این انجمن برای رشد ادبیات و آزادی بیان در سراسر جهان کار میکنند. نشست سالانه و 80م انجمن قلم بار اول در آسیای مرکزی برگزار شد که در بسیاری از کشورهای آن آزادی بیان محدود است. انار محمدلی که در این نوار از بایگانی رادیو آزادی می‌بینید سزاوار جایزه حقوق انسان به نام واتسلاو هاول شد. جایزه مذکور را شورای پارلمان اتحادیه اروپا تأسیس داده است. انار محمدلی مؤسس یک سازمان حامی حقوق در آذربایجان است. بعد نشر یک گزارش انتقادی درباره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در سال گذشته انار محمدلی را ماه می امسال به 5.5 سال زندان محکوم کردند. در ارمنستان صاحبکاران خرد و میانه بر ضد اصلاحات در کدکس مالیات و یا اندازه اعتراض کردند. هرچند کدکس نو که ماه آینده حکم اجرا میگیرد مالیات صاحبکاران را کمتر میکند، اما به قول تاجران ارمنی رسمیات و حسابات بیشتر می شود. وکیلان مخالف دولت ارمنستان نیز به تظاهرگران پیوستند و با جمع‌آوری امضا طلب کردند که پارلمان در یک جلسه مخصوص این مسئله را بررسی کند. روز 29 سپتامبر در یکی از استودیوهای فیلم برداری برای کودکان در شهر آستانه پایتخت قزاقستان روزی خاطرمان بود. هنرپیشه‌ها و کارگردان‌های معروف قزاق برای ترغیب این استودیو آمدند که هدفش تعلیم فیلم برداری به کودکان است. در این استودیو به کودکان و نورسان اجرای نقش، نواربرداری و تاریخ فیلم و تئاتر را می‌آموزند.